بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که سالم و سلامت باشید و روزگار بر وفق مرادتون باشه. من رخساره و اینجا چنل یوتیوب رخ هست. در خدمتتون هستیم. امشب با فال تاروت میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم که توی دل شخص مقابلتون چه خبره. حالا چه توی ارتباط عاطفی هستید، چه توی رابطه کات شده هستید، روی این فال میتونید نیت بکنید. برای هر کدومتون هر توضیحی که روی فال بیفته خدمتتون عرض میکنم. دقت داشته باشید بچه ها که این فال ها جنراله و ممکنه همه چیز برای همه صدق نکنه. بریم که فال امشبمون رو شروع بکنیم، ببینیم که توی دل شخص عاطفی شما چه خبره. بسم الله، لطفا شروع کنید به نیت کردن. اولین موضوعی که توی دل شخص عاطفی شماست بچه‌ها، شخص عاطفی شما دوست داره ارتباط با شما رو نسبت به شرایطی که الان هست بهبود بده. دوست داره رابطه شما پیشرفت بکنه و توی یک نقطه امن‌تر قرار بگیره. و اگر که کات هستید خدای نکرده، این شخص دوست داره که یه برگشت روی این ارتباط داشته باشه و اگر که توی ارتباط هستید این شخص دوست داره که مهر و علاقه و محبت خودش رو به شما ثابت بکنه و میخواد که توی این ارتباط یه کاری کنه که شما خیالتون راحت باشه از بابت اینکه این آدم دوستتون داره. در هر حال این شخص رو دارم میبینم به دنبال این هستش که همه شرایط رو فراهم بکنه و هر کاری که لازم هست برای بهبود این ارتباط و دادن اطمینان به شما میخواد انجام بده. ببینید بچه ها، شخص مقابل شما احساس میکنه گاهی اوقات شما یه مقداری از خود راضی هستید و توی ارتباط حرفایی میزنید یا رفتارهایی انجام میدید که خیلی حالتهای از خود راضی بودن رو داره. طرف مقابلتون از شما میخواد یه مقداری انعطاف خودتون رو توی ارتباط بیشتر بکنید و با این شخص یه مقداری راه بیایید. ممکنه یه سریاتون حالا چطور بگم، حرفاتون ممکنه نیشدار باشه، شاید اصلا منظوری نداشته باشید ولی وقتی حرف میزنید انگار بعضی وقتا حرفاتون یه ذره سنگینه، یه ذره حرفاتون بوداره، با وجود این که شما اصلا توی حرفاتون ممکنه در واقع معنی و مفهوم خاصی نداشته باشید، ولی دیدید دیگه بعضی اوقات یه همچین موردای پیش میاد. شخص مقابل شما از یک چنین رفتارهایی که شما انجام میدید یا حرفایی که شما میزنید این آدم برداشت‌های بدی داره و فکر میکنه که شما عمدن یه همچین حرفایی رو میزنید. احساس میکنه که بعضی وقتا حس میکنه اون آدمی که شما دلتون میخواد نیست، احساس میکنه نمیتونه رضایت خاطر شما رو جلب بکنه. به خاطر همین انگار دوست داره که به شما بگه یه مقداری توی رابطه منعطف‌تر رفتار بکنید و خیلی حالا با گوشه کنایه به خصوص با این آدم صحبت نکنید. یه جوری حرف بزنید که این آدم هم خیلی حس بدی نسبت به خودش بهش دست نده. چرا؟ چون بچه‌ها میگم شاید این مدل رفتارها از نظر شما خیلی عادی باشه اما باعث میشه که به مرور طرف مقابلتون نسبت به ارتباطی که دارید یه مقداری حالتهای از سرد شدن رو داشته باشه. بنابراین باید حواستون رو روی موضوع جمع بکنید. شخص مقابلتون دقیقاً مثل خود شما هست. من دارم میبینم خیلی از شماها با طرف مقابلتون خیلی شباهت‌های اخلاقی دارید. یعنی اگر شما آدمی هستید که زود جوش میارید طرف مقابلم همینطوره. اگر شما آدمی هستید که خیلی قاطع هستید طرف مقابلم همینطوره. منتها یه فرقی بینتونه. فرق بین شما اینه که شمایی که صاحب فال هستید صبر میکنید. اگر جایی عصبی میشید ممکنه حرف خودتو خیلی رک بزنی ولی خیلی وقتا سعی میکنی یه سری حریما رو نگه داری. یعنی کاسه کوزه رو به هم نمیریزی. یه سری حرمت ها رو نگه میداری. اجازه میدی که طرف مقابل هم خودش رو نشون بده. اما دقیقاً توی همون موقعیت مشابه که شما یک چنین رفتاری دارید طرف مقابلتون خیلی هیجانی برخورد میکنه، خیلی ممکنه عصبی بشه، زود واکنش نشون بده و من دارم میبینم شما انگار اجازه میدید که این آدم حرفاشو بزنه، داد و بیدادشو بکنه و خود واقعیشو نشون بده. بچه ها ببینید
اگر که یک چنین شرایطی رو خود شما به وجود میارید، سعی کنید این کار رو انجام ندید، چون طرف مقابلتون واقعا خیلی وقتها هیجانی رفتار میکنه و من دارم میبینم شما انگار دنبال اینید که از طرف مقابلتون یه سری نقطه ضعف‌ها بگیرید. حالا نقطه ضعف هم نگیم، انگار دنبال این هستید که این آدم رو بشناسید. میخواید ببینید که این چه جور آدمیه، میشه روش حساب کرد یا نه. وقتی این شخص هیجانی رفتار میکنه، شما اینا رو جزء پوانای منفی برای این آدم در نظر میگیرید و توی ذهنتون رفتارهای این آدم رو حک میکنید که آره این آدم توی این موقعیت یه همچین حرفی زد، همچین کاری کرد، پس من حواسم باشه که فلانجا تلافی کنم یا با این آدم نمیدونم فلان جور رفتار نکنم. میدونید همچین حالتی شما یه ذره هوشمندانه داره رفتار میکنه، ولی طرف مقابلت انگار کنترل اعصابش رو نداره. اگر شما بچه‌ها عمدن دارید همچین شرایطی رو به وجود میارید، سعی بکنید این کار رو انجام ندید، چون واقعا کنترل اعصاب شخص مقابلتون دست خودش نیست. اگر ارتباطتون ارتباطی که مهمه، طرف مقابلتون رو دوست دارید، دنبال این نباشید که ازش نقطه ضعف بگیرید. سعی کنید که تا جایی که میتونید رابطه رو خیلی آروم پیش ببرید. اما اگر نه واقعا حالا دوست دارید دنبال یه بهانه اید که میخواید این رابطه رو تموم کنید، اینا خب میتونید دنبال نقطه ضعف باشید، ولی به هر حال شخص مقابلتون رو نذارید که خیلی عصبی بشه. توی ارتباطتون سعی کنید تا جایی که میتونید آرامش رو حفظ بکنید. مورد بعدی که براتون افتاده این هستش که بچه‌ها شخص مقابل شما خیلی وقتها توی مسائل و مشکلاتی که اتفاق میفته بینتون و میگم شما ممکنه خیلی قاطعانه برخورد کنید، ممکنه یه بار حرفتو بزنی بعدش رفتارت سرد میشه، نسبت به طرف مقابلت بی تفاوت میشی، یا این که بهش میگی حرف من همینیه که هست، من حرفمو عوض نمیکنم، ولی خب طرف مقابل انگار خودشو به هر دری میزنه که نظر شما رو عوض کنه، که توجه شما رو جلب بکنه و از اونجایی که نمیتونه و شما خیلی محکم رو حرفت ایستادی، یه سری رفتارها هیجانی رو انجام میده که این خب باعث میشه شما کینه به دل بگیری، باعث میشه شما دیدت نسبت به این آدم عوض بشه. سر یک چنین مسائلی طرف مقابلت احساس میکنه که حسش یک طرف است. حقیقتا شخص مقابلتون احساس میکنه که احساساتش، عشقش، علاقش یک طرفه هستش. اما از نظر احساسی اگر بخواید بهتون بگم، شخص مقابلتون بچه‌ها احساس رو نسبت به شما داره و طرف مقابلتون درسته یه سری کمی کاستی هایی رو خودش تو رابطه داره ایجاد میکنه، منتها از نظر خودش داره همه تلاش رو میکنه که این رابطه رو درست بکنه، ولی حالا یا نمیتونه یا اینکه تلاشهاش کافی نیست. اگر تلاشش کافی نیست شما باید بهش بگید، باید به این آدم راه و چاه رو نشون بدید توی این ارتباط. به هر حال ارتباط عاطفی ارتباطیه که دو نفر با اخلاقها و روح و روان همدیگه سر و کار دارن. اگر احساس میکنید یه جایی طرف مقابل داره تلاش میکنید رابطه رو درست کنه و نمیتونه، سعی کنید کمکش کنید اگر رابطه براتون مهم هستش. ولی در هر حال من دارم میبینم این آدم انگار داره به هر دری میزنه که توی این ارتباط خودش رو ثابت بکنه، یا اگر الان کات هستید که برای خیلیاتون ممکن الان شما کات باشید، چون این دو نفر قشنگ شمشیر کشیدن برای هم دیگه. اگر توی رابطه کات شده هستید بچه‌ها طرف مقابلتون میخواد به سمتتون برگرده. این اتفاق روی 6 وعده دیگه این اتفاق میفته. این آدم میاد، اما میاد که چطور بگم، یه جورایی سعی میکنه با توپ پر بیاد، دست پیش میگیره که پس نیفته. حالا هر اتفاقی توی ارتباطتون افتاده ممکنه حتی خود طرف مقابلتونم مقصر بوده باشه، دارم میبینم که میاد برای درست کردن این ارتباط، ولی انگار آماده است، گاردشو گرفته، منتظر شما یه چیزی بگید این آدم حمله کنه. خیلی با حالت چی میگن، با حالت سرخوشی نمیاد سمتتون. ببین اینم شمشیر گرفته دستش ولی میخواد بیاد سمت، چون دوستت داره، میخواد بیاد رابطه رو درست کنه، ولی همچنان آماده است تو حالت آماده باشه. میبینم که خودتون هم دقیقاً توی همچین حالت آماده باشی هستید و حتی انگار حرفاتون رو توی ذهنتون آماده کردید. هر چیزی که قرار به این آدم بگید قبلا توی ذهنتون مرور کردید و فقط منتظرید این آدم بیاد یه سری حرفا رو تو روش بزنید.
حواستون باشه بچه‌ها، اگر میخواید این رابطه درست بشه نباید این کارو بکنید، چون خیلیاتون حرفایی که میخواید به این آدم بزنید به شدت این آدم رو عصبی میکنه و رابطتون رو به جای باریک میکشونه. پس خیلی حواستون رو روی موضوع جمع بکنید. مورد بعدی که هست بچه ها، ببینید طرف مقابلتون اگر که توی ارتباطتون شما به شخص مقابلتون شک دارید، من فعلا چیزی مبنی بر پنهانکاری نمیبینم. آدم صاف و صادقی هستش. اگر چیزی رو از شما پنهان کرده، این موضوع میتونه در رابطه با یه سری مسائل مالی بوده باشه یا یه سری کارهایی که این آدم قصد و منظور خاصی هم نداشته، قصدش دوستی با کسی نبوده، قصدش خیانت به شما نبوده، صرفا انگار مثلا یه جورایی حالا یه جوگیر شده یا مثلا خواسته بگه که آره من آدم خوبیم. اگه کاری انجام داده، نمیدونم، ممکنه براتون مثال میزنم، ممکنه طرف مقابلتون در نبود شما با یه نفر مثلا مهربون صحبت کرده باشه، یا اینکه شخص مقابلتون زمانی که شما نبودید یا شما خبر نداشتید، حتی این موضوع میتونه تو محیط کارش هم بوده باشه، با چند نفر صحبت و گفتگو داشته ولی خیلی حالت در واقع مهربون، انگار چطور بگم دوستانه با هم صحبت میکردن. خب شما متوجه این موضوع شدید یا در واقع شخص عاطفیتون رو تو اون موقعیت با اون افراد دیدید، فکر کردید اینا دارن دل و قلوه میدن، در حالی که اینطور نیست و انگار داشتن این سری صحبت‌های عادی میکردن. ولی خب حالا یا کلا طرف مقابلتون اون لحظه حالش خوب بوده، اون روز انگار سر حال بوده، با اون افراد یه جورایی مهربون و دوستانه برخورد کرده، ولی حالا شما انگار این آدم رو دیدید و احساس کردید که نه این آدم داره به تو خیانت میکنه، در حالی که واقعا این شخص رو من آدم پنهانکاری نمیبینم. خیلیاتون هم انگار این آدم مؤاخذه کردید، ازش پرسیدید که اون روز فلانجا با فلانی چی میگفتی، منظورت نمیدونم از اون کار از اون حرف چی بوده، و شخص مقابلتون هم براتون توضیح داده ولی شما هنوز مطمئن نیستید. بچه داره راست میگه. من اینجا چیز مبنی بر دروغ گفتن رو نمیبینم، اما اگر شما کسی هستید که کلا میخواید بدونید که حالا از طرف مقابلتون هم هیچی ندیدید ولی مشکوکید، کلا به یک سری از رفتارهای طرف مقابلتون مشکوکید، احساس میکنید این آدم اگه حرفی میزنه، اگه ابراز علاقه میکنه، یه قصد و غرضی پشتش داره. نه، حقیقتا اینطوری نیست. این آدم اگه حرفی میزنه، اگه رفتاری نشون میده، واقعا از چطور بگم از صداقتشه، یعنی راست داره میگه، دروغ برای گفتن نداره. شخص مقابل شما بعضی وقتا به خاطر اینکه حالا توی ارتباط شما خیلی ممکنه که خیلی میگم از خود راضی ممکنه رفتار بکنید، یا اینکه این آدم رو اگر کات کردید، این آدم رو ممکنه خیلی تحویلش نگیرید، نادیدش میگیرید. یک چنین رفتارهایی باعث میشه شخص مقابلتون به شدت در خودش بشکنه، به خصوص اگر شما کسی هستید که با طرف مقابلتون کات هستید و دارید یه طوری رفتار میکنید، میخواید هرسش بدید، میخواید که لجش رو در بیارید. خب از لجش دارید مثلا ممکنه جلوی بقیه این آدم رو نادیده بگیرید، یا اینکه یه سری رفتارها، یه سری شیطنت‌های دیگه، خودتون میدونید که منظورم چیه، جلوی بقیه دوستان، آشنایان یا حتی توی مهمونی‌ها ممکنه که طرف مقابل خیلی تحویلش نگیرید یا با بقیه گرم میگیرید برای اینکه این آدم رو هرس بدید، در حالی که خودت تو دلت هیچ نیتی نداری، هیچ قصدی نداری، هیچ قصد بدی توی دلت نداری، اصلا نمیخوای به طرف مقابلت خیانت بکنی ولی میخوای هرسش بدی. حواستون بچه روی این رفتارتون باشه، چون دارم میبینم این شخص به شدت طرف مقابلتون در خودش میشکنه، واقعا غرورش میشکنه این آدم و خورد میشه. اگر که چنین رفتاری انجام دادید، یعنی این چیزی که میگم اگر برای گذشته ارتباطتونه، باید بدونید که شخص مقابلتون واقعا احساس میکنه و غرورش خورد شده، حس میکنه شما جلو بقیه این آدم خوردش کردید، بابت این موضوع یه مقدار ناراحته و از دست شما ممکنه حتی گله شکایت داشته باشه، یعنی از دست شما انگار گله داره که انگار انتظار نداشته که شما جلوی بقیه باهاش اینجوری رفتار بکنید. حواستون به این مدل رفتارهاتون باشه. و اگر توی ارتباط هستید شما و شخص مقابلتون ولی همیشه دارید یه جوری رفتار میکنید که طرف مقابل رو انگار دارید میکوبید، میدونید چی میگم، خیلی دارید خودتون رو میکشونید بالا، خیلی
شاید هم خیلی بچه شما آدم اوکی و پرفکتی باشید، کاری ندارم، ولی اینکه مدام از خودتون تعریف بکنید، اینکه مدام از اطرافیانتون و به خصوص از کیسای دیگه‌ای که حالا بهتون پیشنهاد میدن یا اطراف شما هستن، اینکه خیلی اگر در واقع تعریف میکنید از چنین افرادی، حواستون باشه طرف مقابلتون واقعا حس خوبی روی چنین مسائلی نداره. شاید عادی جلوه بده ولی توی دلش واقعا این آدم احساس سرخوردگی میکنه. با خودش میگه اگه این منو دوست داره چرا داره در مورد بقیه صحبت میکنه؟ اگر واقعا منو دوست داره چرا اینقدر داره خودشو پیش من بالا میگیره؟ میدونید حواستون به هر حال روی چنین مسائلی باشه. اگر که خیلی توی جایگاه خوبی هستید، خیلی شخصیت حالا از نظر خانوادگی، تحصیلی، از هر نظر، اگر طرف مقابلتون بالاترید اینو هی نزنید تو سرش. و اگرم که کیسای متفاوت و گوناگونی داشتید یا حتی دارید در حال حاضر، وقتی با این آدم توی ارتباط هستید دیگه از این آدم ها صحبتی نکنید، چون این موضوع به شدت قلب طرف مقابلتون رو میشکنه. بچه شخص مقابلتون دوست نداره که این رابطه تموم بشه، دوست داره که تو این ارتباط یک قدم مجدد برداشته بشه و دوست داره این رابطه به سمت مثبت کشیده بشه. اگر کات هستید، طرف مقابل همونطوری که گفتم دوست داره به سمتتون برگرده، اما اگه شما تحویلش نمیگیری، اگه داری هرسش میدی، اگه داری یه جوری وانمود میکنی که خیلیا مثلا برای ارتباط با شما توی صف هستن، اوکی درسته، ولی چنین رفتارهایی باعث میشه طرف مقابلت عزت نفسش رو برای جلو اومدن از دست بده. این آدم در خودش میشکنه، ولی با وجود همه اینا به خاطر علاقه‌ای که به شما داره ممکنه دوباره سمت شما قدمی رو برداره. ولی موضوع رو بهتون بگم بچه‌ها، شخص مقابلتون اصلا دوست نداره ارتباط با شما رو از دست بده، ولی خب این رفتارهایی هم که ممکنه خود شما گاهی اوقات توی ارتباطی نشون بدید شخص مقابل رو به شدت آزار میده. ببینید بچه‌ها، طرف مقابل رو من دارم میبینم به شدت دنبال اینه که توی این ارتباط یک قدم محکم برداره. یعنی انگار با خودش این بار عزمش رو جزم کرده که اگر من برم طرف شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید، من اگه برم طرفش، حتی اگر منو نپذیره، مجبورش میکنم با من صحبت کنه، به هر قیمتی که شده مجبورش میکنم که به هم بگه از چی ناراحته. انگار این بار دوست داره هر طوری که شده شما رو پای میز مذاکره این آدم بشونه، میخواد قانعتون کنه. اگر مشکل از خودشه میخواد قانعتون کنه، اگر مشکل از شماست میخواد یه جوری بهتون بفهمونه که شما یک چنین رفتارهایی داری که باعث اذیت و آزارش میشه. این آدم دوست داره در مورد این مسائل با شما صحبت بکنه، دلیلش هم فقط قصد و نیتی هستش که روی درست کردن این ارتباط داره. بچه ها، اما برای یک عده‌تون دارم میبینم که اصلا هیچ جوره به طرف مقابل راه نمیدید. این آدم حقیقتا هم دوستتون داره، همین که خیلی پیگیرتونه. ممکنه اکانتتون رو چک بکنه، البته خیلیاتون ممکنه آدم بلاک کرده باشید، ولی این شخص انگار همچنان با وجود این که حتی بلاکش کردید همچنان هی داره پروفایل رو چک میکنه ببینه بلاکی درش آوردید یا نه. بچه خیلی پیگیرتونه، دوست داره هر طوری که شده این بار با شما صحبت بکنه. یعنی هر چقدر شما این بار این آدم رو نادیده بگیرید، این شخص ممکنه بیاد یه جا جلوتو بگیره بگه من میخوام باهات صحبت کنم، تو باید حرفای منو بشنوی. من یه همچین حالتی میبینم. نگاه کنید بچه‌ها، دقیقاً داره نشون میده اگه من این کارتو اینجا بذارم، این شخص بابت این بلاکی، بابت این که شما تحویلش نمیگیرید، این آدمو توی حالت بلا تکلیفی گذاشتید، این شخص به شدت توی حالت ناراحتی و نگرانیه. و اگر این کارت رو هم اینجا بذارم، اگر که شما طوری رفتار کردید که این رابطه برای همیشه تمومه، شخص مقابلتون خیلی دلواپس، خیلی نگران، احساس دلتنگی بسیار زیادی داره. اگر مقصر خودش بوده به شدت پشیمونه که چرا کاری کرده که این رابطه رو کات بکنه. این روزها خیلی داره بهتون این آدم فکر میکنه. بچه شما رو این آدم نمیتونه فراموش کنه. اگه میخوای ببینی این آدم میتونه فراموشت کنه، نه. هر چقدر هم که شما فکر کنید برای این آدم مهم نبودید یا این آدم بیخیالی هست، نه بچه‌ها، این آدم شخصیتی هستش که شما رو واقعا دوست داره و اینکه شما بچه‌ها آدمی هستید که توی ذهن این آدم هک شدید. خب
انگار رابطه‌ای که بین شما بوده یک رابطه بسیار دوستانه و یک رابطه خیلی عمیق بوده، رابطه خیلی احساسی بوده. شاید این آدم خیلی این ارتباط رو جدی نمی گرفته، ولی حقیقتا در تمام عمر این آدم کسی که واقعا این شخص رو دوست داشته از ته دل شما بودید. الان که این رابطه کات شده کاملا این موضوع رو فهمیده و اگر که حالا تو رابطه کات شده هستید دوست داره که این ارتباط رو مجددا از سر بگیره. اگر شما توی رابطه هستید و مدام تهدیدهایی حالا مبنی بر این که کات میکنم یا من خیلی از دست ناراحت میشم، تو نمیتونی رضایت منو به دست بیاری، من از این رابطه راضی نیستم، تو برای من کافی نیستی، من بلاکت میکنم یا من به شک دارم، اگه یه همچین رفتارهایی خدایی نکرده از جانب خودتون داره سر میزنه یا خیلی حرف از کاتی میزنید، بچه‌ها طرف مقابلتون احساس خطر میکنه. خطر از بابت این که حس میکنه شما یک از همین روزاست آدم رو تنها بذارید. اگر واقعا حالا طرف رو دوستش دارید و مشکلی توی ارتباطتون هست که از جانب خود این آدمه، بهش بگید. نذارید این شخص توی حالت خماری بمونه. یه روز مثلا بذارید انقدر کارهاش رفتارهاش شما رو دل سرد کنه و یه روز بیخبر بذارید برید این آدم تا آخر عمرش تو خماری بمونه. نه، حداقل بهش بگید ضعف تو اینه، ایراد تو اینه، من از این رفتار تو ناراحتم، که اگر روزی شما خواستید از این آدم دل سرد بشید، این آدم ذهنش پر از سوال نباشه که چرا یهو رفت، چرا منو گذاشت رفت، بدونه که ایراد از خودش بوده، یا به دنبال برطرف کردن ایراداتش میره، ایراداتش رو درست میکنه، عیباش رو برطرف میکنه و دوباره میاد شما رو به دست میاره، یا اینکه حداقلش که این آدم میفهمه که چه مشکلی داره. خب این که مثلا یه آدم رو توی خماری بذارید، این خیلی حالت خوبی نیستش بچه‌ها. و اگر که خود شخص مقابلتون بچه‌ها رابطه با شما رو کات کرده، اینو بدونید خودش شما رو کات کرده، تنهاتون گذاشته، بلاکتون کرده، الان به شدت پشیمونه. قشنگ اینجا افتاده بچه ها، این آدم پشیمونه اگر خودش این رابطه رو کات کرده. و من دارم میبینم بچه ها که شما ممکنه سر این که این آدم حالا توقعاتتون رو برآورده نکرده یا احساسات شما رو نادیده گرفته و اینکه شما رو بلاک کرده، غرور شما رو خورد کرده، شما ممکنه نسبت به این آدم انگار توی حالت لجبازی رفتی. این آدم حتی ممکنه چند بار تلاش کرده، اومده سمت شما، بهتون فهمونده که آقا من اشتباه کردم، اون کاری که انجام دادم، حالا بلاکت کردم، کات کردم، کار درستی نبوده، ولی شما چون بهت برخورده، چون احساس میکنه اون رفتاری که این شخص انجام داده خیلی عادلانه نبوده، انگار نمیخواید این آدم رو قبول بکنید. یه جوری رفتار کردید که آقا من دیگه تو رو برای همیشه از زندگیم حذف کردم. اگر چنین کاری کردید، طرف مقابلتون به شدت روی حالت پشیمونیه بچه‌ها و ظاهرا دوست داره توی این ارتباط برگرده. دارم میبینم بچه‌ها خودتون خیلی دلتنگ این آدمید، ولی حقیقتا از روی یه سری رفتارهای لجبازی و رفتارهای کودکانه‌ای که ممکنه داشته باشید، انگار سر جنگ دارید با این آدم. نمیخواید هیچ جوره این آدم رو بپذیرید. این آدم هر چقدر بخواد تلاش کنه، هر چقدر بخواد سمت شما بیاد، هر چقدر بخواد با شما صحبت بکنه، انگار شما اگه مرغ این آدم یه پا داره، شما مرغتون فلجه و به هیچ عنوان انگار نمیخواید که با این آدم کنار بیاد. ولی خب اینو بدونید که طرف مقابل کاملا بچه‌ها پشیمونه. حتی خیلی وقتا این آدم خوابتون رو میبینه. شبها به خصوص ممکنه که قبل از اینکه بخوابه کلی بهتون فکر بکنه و حتی ممکنه اکانتتون رو چک بکنه، یواشکی بخواد پیگیر احوالتون باشه. اگر خودش دست از پا خطا کرده، به هر دلیل توی این رابطه داره رفتارهایی نشون میده که شما خیلی دوست ندارید، به شدت این آدم پشیمونه. شخص مقابلتون این بار هر طور که شده میخواد این رابطه رو درست کنه. یعنی به هیچ عنوان این بار نمیخواد که پا پس بکشه. چیزی که من تا به اینجا دارم میبینم، ببینید شما بر اساس شرایطی که پیش اومده به شدت کودک لجباز 2 ساله‌ای درونتون فعاله. این آدم هر کاری بکنه شما سر جنگ دارید، با وجود اینکه خودت هم ناراحتی، خودت هم دلت تنگه، خودت هم ممکنه این آدم رو چک بکنی، ولی به هر حال از دستش ناراحتی. انگارم هر چقدر که این آدم تلاش میکنه میاد سمتت، شما دوباره یه حرفی بهش میزنی، یه جنگ اعصابی وسط را میندازی، طرف از اومدنش پشیمون میشه. ولی
طرف مقابلتون این بار بچه‌ها شرایطی براش پیش اومده که به شدت نیاز به حضور شما داره. دوست داره که هر طور که شده دوباره شما رو در کنار خودش داشته باشه. چرا؟ چون شما همونطوری که گفتم دوست خیلی خوبی براش بودید، حامی خیلی خوبی براش بودید. بچه‌ها شما کسی بودید برای این آدم که وقتی شما رو داشته انگار از نظر مالی این آدم حمایت می‌شده، از نظر احساسی حمایت می‌شده. یعنی چطور بگم، یه جوری، حالا ممکنه شما اصلا حمایت مالی هم این آدمو نکرده باشید، ولی همون روحیه‌ای که به این شخص میدادید، انرژی مثبتی که به این آدم میدادید، عشقی که به این آدم میدادید، باعث میشده که این آدم انگار از همه چیز بی‌نیاز بشه و تمرکزش رو انگار روی شرایط خودش و زندگیش بذاره. شما تا زمانی که با این آدم بودید میبینم این آدم خیلی پر و بال گرفته، این آدم خیلی تو زندگیش پیشرفت کرده، به جایی خیلی خوب رسیده، ولی به محض اینکه شما به این آدم پشت کردید این آدم خورده زمین. به خاطر اینکه این آدم بتونه دوباره شرایط گذشته خودش و حال خوب گذشته خودش رو بتونه به دست بیاره، دوست داره که این رابطه رو هر طور که شده زنده بکنه و به دنبال اینه که هر جور که شده رضایت شما رو به دست بیاره. به همین زودی من حقیقت دارم روی 6 وعده آینده برگشت این آدم رو میبینم سمتتون، ولی این برگشت یه مقدار مثلا حالتیه که طرف خیلی با گارد میاد سمتتون، شما هم یه همچین حالت رو نسبت بهش دارید و وقتی که حرفی بینتون رد و بدل بشه ممکنه خیلی سریع دوباره با هم دعواتون بشه. خب ولی دارم میبینم که این آدم باز میاد سمتتون، خب با وجودی که خیلی ناراحت میشه، خیلی ناامید میشه و ممکنه یه مقدار دوباره اومدنش سمت شما زمان ببره، ولی باز میاد سمتتون. اما برگشت دوباره که سمت شما خواهد داشت برگشتیه که خیلی با مهر و علاقه است. یعنی برعکس الان روی برگشتی که گفتم 6 وعده دیگه دارید خیلی باگارده، برگشتی که بعداً براتون اتفاق میفته روی 8 وعده آینده خواهد بود، ولی خیلی با نرمی و لطافت میاد جلو. یعنی سعی میکنه از در صلح وارد بشه، چون میدونه هر چقدر با شما لج کنه شما متقابلا همون جوری جوابشو میدی. هر چقدر که این آدم مرغش یه پا داره شما مرغت فلجه. این آدم کاملا متوجه این موضوع میشه و از اونجایی که نمیخواد این رابطه رو از دست بده دوست داره که با صلح وارد بشه. از همون اول که میاد پرچم سفید دستشه و مهر و علاقه خودش رو به شما ثابت میکنه تا بتونه دوباره شما رو به ارتباط با خودش برگردونه. چیزی که در حال حاضر دیدیم بچه ها توی فال امشب این بودش که شخص مقابلتون اگر توی ارتباط هستید از یک سری از رفتارهایی که شما دارید از خودتون تعریف میکنید، از کسایی که دارید تعریف میکنید، از موقعیت خودتون، یا حتی ممکنه سری رفتارهایی مثل لجبازی، مثل از خود راضی بودن، از چنین رفتارهایی ممکنه طرف مقابلتون یه مقدار ناراحت باشه از اینکه شما توی رابطه طوری رفتار میکنید که انگار از این آدم بالاتر هستید. طرف مقابلتون یه ذره احساس ناکافی بودن میکنه. اگر که توی ارتباط کات شده هستید طرف مقابلتون دوست داره که به این ارتباط برگرده، در نبود شما خیلی احساس کمبود میکنه، خیلی پشیمونه از اینکه این ارتباط رو کات کرده. اولش که میاد ممکنه که شما خیلی تند باش برخورد کنید که البته خود این آدم هم ممکنه از کوره در بره، ولی میره ممکن ازتون فاصله بگیره اما برگشتی خواهد داشت با عشق. یعنی خیلی با مهر و علاقه با محبت میاد سمتتون. اگر بچه شما کسی هستید که طرف مقابل رو برای همیشه گذاشتید کنار، توی یک رابطه کات شده هستید، اصلا دوست ندارید به طرف مقابلتون برگردید، دنبال یک موقعیت جدیدید، خب براتون موقعیت جدید دیده میشه. اگر که آقا هستید شخصی براتون دیده میشه، میتونه این شخص متولد تیر-آبان یا اسفند ماه باشه، توی حروف اسمیش حرف الف رو داره، حرف سین، پ. از نظر ظاهری ممکنه این شخص یه مقداری بیبی فیس باشه، صورت پری داره و از نظر جسته از خود شما خیلی ریزه میزه تره. و اگر شما خانم هستید شما پیشنهاد رو از جانب شخصی دارید که این آدم بیشتر شغلش ممکنه آزاد باشه، یعنی کسیه که داره از کار و هنر خودش پول در میاره. حالا یا طرف به عنوان مثال مثلا میتونه مهندس باشه، طراح باشه، نمیدونم نقاش باشه، آرایشگر باشه، کسی که داره از هنر خودش پول در میاره و خیلی هم آدم خوش اخلاقیه. از نظر
ظاهری هم آدمیه که در واقع ظاهر تقریبا لاغرطور یا حالت میانه اندامی داره، آدم چاقی نیسته. شخصیتی هستش که توی حروف اسمیش سین، الف و ه رو ممکنه داشته باشه و روی یک وعده آینده شما پیشنهاد و آشنایی با چنین شخصی رو خواهی داشت. این هم از فال امشب. امیدوارم که دوستش داشته باشید و همگی به جواب نیتتون رسیده باشید. مرسی که با من تا به این لحظه همراه بودید. اگر فال امشب رو دوست داشتید حتما لایک کنید ویدیو رو و نظرتون رو بر من توی قسمت کامنت ها بنویسید. بچه‌ها اگر که حالا ایده جدیدی داشتید، جدیدترین پستی که براتون آپلود شده رو پیدا بکنید توی چنل و ایده‌تون رو اونجا بنویسید. سعی میکنم که ایده های خوب رو حتما ویدیوهاشون رو بسازم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و مراقب خودتون خیلی باشید تا یه انرژی خانی دیگه. خدا نگهدار.